توضیحات پرویز مظلومی به سید محسن کریمی. یک بازیکن از تیم استقلال و یک بازیکن از تیم ذوب‌آهن روی زمین هستن، اما بازی ادامه پیدا میکنه. خسرو حیدری اصراری انقدر عجله دارن که توجه نمیکنن بازیکن خودی که روی زمینه و کادر فنی تیم ذوب‌آهن به این مسئله داره اعتراض میکنه. با تو بیرون بزنن، یه بازیکن خودی هم روی زمینه و حتی که بازیکن تیم مقابل بود باید این کار رو انجام میدادند. 65مین دقیقه مسابقه، 1-0 به نفع ذوب‌آهن. موقعیت مناسبی بود که یاران ذوب‌آهن از دست دادند. کرارم که نیومده شروع کرد، الان روی زمینه. ظاهرا باید تعویض بشه و شرایط جالبی نداره. حالا ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. پزشکی تیم استقلال به وضعیت او رسیدگی میکنه. آیا میتونه بازی رو ادامه بده یا خیر؟ ببینیم شرایطش چگونه خواهد بود در ادامه کار. 1-0 نتیجه‌ای که ذوب‌آهن در تهران در آزادی در مقابل استقلال گرفته. پرتاب از خود مکویان، کرار بیرون رفت و کریمی جای او رو گرفت. یه تعویض استقلال هدر رفت. کرار فقط چند دقیقه در زمین بود. اطراف آمبولانس چقدر شلوغه اونجا. امیدوارم اتفاق خاصی برای کرار نیفتاده باشه. چقدر عکاس و خبرنگار اونجا رو سر کرار هستن.